فرانچیک هستیم به هامبورگ. اومدیم یکم چیکار بزنیم، جای را شما نشان بدیم. سلام دوستای عزیز، ما امروز این فرانچیک هستم که رفیق علی. ما اینجا آمدیم اولین ویدیو خود جور کنیم به یوتیوب و قسمی که میبینین اینجا شهر هامبورگ جرمنی، این فرانچیک نامش است. یعنی اینجا آمدیم به چکر زدن، حالا بریم در ویدیو ما سعی کنیم که چی چیزای دیدنی هست اینجا. اینجا حالا میریم لب ساحل، میریم دیگه ساختمانا را میبینیم، کل مادکار را میبینیم دیگه. بریم فرانچیک. ویدیو را پاوزه میکنم اینم تا که ما در یک جای بینندگی بریم براتون پلی میکنم. خداحافظ. دوگلاس بود، ما برآمدیم از دوگلاس. ویدیو اجازه نداشتیم، اگر نه این مارک دوگلاس است، اگر نه ما براتون میرفتم ویدیو نفر پرسان کردیم. خب بریم الاستر ویلیون اونجا چیز بیا علی بریم یه دفعه سعی کنیم اونجا چیز بیا هم یالی کسی نیست بیا سرک کسی نیست، این پولیس آلمان است. بیا استاد شو دیگه ای ساختمان مقبول دایتون نشان بدید. خب این الاستر پاولون است. بریم داخل و شما رو نشان بدید چی چیزایی داره. نخواد که ویدیو اجازه داشته باشیم نه علی؟ به نظرم نداریم ولی میتونیم از این بیرون ویدیو بگیریم. این جای است. الاستر اگر میخواستین ما رو ببینین ما علی ویدیو این ای فرانجان است. فرغان هستم. ما میخواییم کانال کنم. اگر میخواین ویدیو ما رو میخواین دیگه شما سعی کنین یک لایک و سابسکرایب تشکر میکنم که اگر بکنید. گرچه فارسی من خوب نیست از خاطر زیادتر وقت در دوچلند بودم در جرمنی، بازم برای شما کوشش خودم میکنم که فارسی گپ بزنیم و با هموطنان. تشکر فرانجان که اینجا کردیم و همکاری میکنن دیگه. آره خب ما زیاد گپ نمیزنیم، فقط سایل فکر کنیم چند دقیقه. جای مقبول است دیگه. علی جان پیشاو نمیریم یه دفعه؟ بریم یک دفعه پیشاو بریم. فقط سابسکرایب و لایک تا نکنین دیگه هیچ چیز نکنین. ما را خوشحال میکنه. ساحل هامبورگ است اینجا نشانشون ببینن اینجا. این هامبورگ الاستر است، بسیار مقبول جای است. گفته علی جان اینجا ما مقبول اینجا نفرا میشن اینجا آره طرف شب است، ما نمیتونیم بشینیم. اگر نه براتون دیگه دفعه یه ذره یوتیوب ویدیو ما ویرال رفت که باز ما هم در کشتی بریم، باز براتون ویدیو پست میکنیم. چرا نه؟ حتما از یاد ما نمیره. این عوض باش که اینجا در زینا برو نخواد اجازه داشته باشیم. اجازه به نظرم نداریم چون اینجا جای کشتی هست. اینجا عوض حالی یه دفعه استاد شو در منظر استاد شو که ببیند دوستا دریا هست دیگه، یک کلان نیست. خوب است خوب است اینجا، بسیار خوب جای است. اینجا با عکس هر جایی که آمده عکس بگیرید. این آدرسشون براتون در لینک میزنم، بشخایبن میکنم، نشته میکنم که در کجا است. بازم کدام چکر طرف اروپا آمدین به سهایت میگه آمدین باز بیاین اینجا را چکر بزنین. بسیار جای خوبه، قلب هامبورگ هست. جای مقبول است در کل جرمنی دیگه. اینجا را حتما بیاین سعی کنیم، خیلی جای خوب است. دیگه هامبورگ است کل خیلی جای خوب داره. کل جایشو میتونیم بری، هنوز از این مقبول ترایش هست که ما هنوز نرفتیم، حتما میریم برای شما. حالا فعلا که ما هستیم فعلا مقبول ترین جای هم نیستیم، خب مقبول است. خب باز این ویدیو ما شاید مقبول ترین جای را براتون نشان میتیم. ویدیو دیگه ما یعنی خرابترین جای را در هامبورگ براتون نشان هم میتیم که هابانوف است. نه دیگه کجاست؟ هابانوف است که زیادترین شرابخور معتاد کل خلافکارا را اونجا داره. همترین قسمت هامبورگ همین فرانچیک است، تمیز است، جای لوکس داره دیگه. زیاد
بخیر دفعه دیگه بیشتر جا را شما نشان میتیم. اینجا هم دریا است. بفرمایید جایی که میشینیم دریا را سعی داریم. اینا بیاین شما را نشان بدم از زی. چی میشه جایی که چراغ‌ها یک روز صبح بیایم اینجا بخیر. صبح بخیر میایم. بخیر بیایم براتون ویدیو میکنیم. مقصد شما یک کار کنین که ویرال ویدیو ما بره. فقط لایک سابسکرایب کار داشتیم. لایک سابسکرایب کل اینا را بکنن. ما بیشتر ویدیو در شما میمانیم. نگاه اینا اینجا رو پایین تر یکم. اینجا ماواس اینجا کشتی ها میره. این میسونه شارای مقبول. او کلیسای بلند است. بسیار مقبول شهر است. بسیار خوب جای است. جای مثلا دریای کوچیک است. از اینجا مثلا میتونیم با کشتی بر جای بزرگتر اینا. دیگه داخل مرکز خود شهر است. دیگه قشنگ داره نشان بده. کات چیزا میتونی کات لب بحرم بری وصل است. خب کم احتیاط کنین که نفتین دیو که باز خوب نیست. زیادتر نفرها مرده. آبازی کده نفرها زیاد میگن آبازی یاد داریم که میپرتن. خدا اول اجازه نیست باز ناق غرق میشن. ناق خودکشی واره است در کار. اوسون بریم مطالعه برشان نشان بتیم. بریم هنوز او پارتا ندیدین شما. اونجا لویز ویتان و چیزا بود. بخیر دفعه دیگه نشان بدیم مال شال شده. اجازه نداریم بریم یک وقت تر کم بیاییم به کل جا را. بخیر دفعه دیگه بخیر یکم بیشتر میایم کل جا را در شما نشان بدیم. اینا دوستا عزیز موتر است. ما وسط سرک بودم. خود دوستا عزیز منتظر باشید که دیگه جایی بریم.